کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دست کم 9 نفر را برای رابطه با گمانبرهای حمله تروریستی کروک و سیتی خول در مسکو و همکاری با دولت اسلامی بازداشت کردند. این خبر را یک منبع آزیا پلوس در مقامات قدرتی تاجیکستان تصدیق کرد، اما معلومات بیشتر نداد. همین قدر اطلاع داد که همه آنها ساکنان شهر وحدت بوده از سوی کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دوام هفته روان دستگیر شدند. بعد حمله به تالار کنسرتی کروک و سیتی خول مسکو که 143 کشته و بیش از 180 زخمی به جا گذاشت، در روسیه دست کم 7 شهروند تاجیکستان همچون گمانبر دستگیر شدند. در پی این طبق اطلاع خبرگزاری روسی ریا نووستی، مقامات تاجیکستان در یک جویگی با نمایندگان ساختارهای قدرتی روسیه نزدیکان گمانبران بازداشت شده را بازپرسی کردند. برخی نزدیکان گمانبران را آزاد کرده، برخی دیگر اما در بازپرسی قرار دارند. یکی از گمانبران سید اکرم رجبالی زاده که زاده شهر وحدت تاجیکستان گفته می شود، پس از حمله تروریستی مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو عمکی رجبالی زاده را به دوشنبه برده بازپرسی کردند. عین حال معلوم نیست که 9 نفر بازداشت شده به سید اکرم رجبالی زاده و دیگر گمانبران حمله تروریستی در مسکو چه رابطه و نزدیکی دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت 9 ساکن وحدت اظهار بیخبری کرد. به ما میسر نشد که این اطلاع را مستقیما از امنیت ملی تصدیق یا رد کنیم. یادآور میشویم که حمله به کروک و سیتی خول مسکو شام روز 22 مارت رخ داد. 4 نفر مسلح وارد بنا شده به سوی آدمان تیر خالی کردند. مقامات روسیه گفتند که در پی این حمله تا این لحظه 143 نفر جان باخته، بیش از 180 نفر جراحت برداشتند. در رابطه با این حادثه در عموم به اطلاع مقامات روسیه 11 نفر بازداشت شده است. از جمله 4 نفر سید اکرم رجبالی زاده، دلیرجان میرزویف، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فایزوف به آن گمانبرند که به واسطه در کروک و سیتی خول تیرپرانی کردند.